خدا رو شکر میکنم. اول سلام میدم به همتون. نمیدونم واقعا که چه چیزی باید بگم، فقط میدونم نالاریختر از اون چیزی بودم که خدا امروز انتخاب کرده و اگر حرفی زده میشه، اگر انتخابی بوده قطعا به فیض خودش بوده، نه به اعمال ما، نه به اعمال من و نه هرگز به چیزی که درونم داشتم. خب شهادت خیلی زیاده، اکثرا من میشناسید، 6 سالی هستش داخل ترکیه هستم و عین خودتون تو سختی‌های مختلف بودم، خیلی سختی‌های عجیبی داشتم. نمیخوام این شهادت رو بدم، اکثرا منو میشناسن، ولی مثل خودتون شهادت‌ها زیاده تو زندگی. میخوام اون نابترینش رو بگم، این که خدا از کی انتخابم کرد و چه رویایی رو 10 سال پیش بهم نشون داد و بعد از اینکه من به مسیح ایمان آوردم متوجه شدم که این رویایی بوده که 10 سال پیش خدا برای امروز من و بعدها برای من نشون داده. خب سال 87 خرداد 87 بود. اول بگم من 2 سال و نیم ایمان آوردم. 10 سال گذشته، سال 87 یه مغازه‌ای رو من اجاره کرده بودم تو فلکه اول آریاشهر. این مغازه خط و گوشی می‌فروختیم. خب دنبال این بودم که سوای اینکه کار میکنم معذرت میخوام به خوشگذرونی‌های دوران جوانی من بپردازم. نوجوانی خب تفکرم اصلا این نبودش که بخوام سود کنم تو اون مغازه، کار کنم توی اون مغازه، بیشتر به این فکر میکردم که خوشگذرونی کنم. از طرفی هم عاشق خدا بودم و تقریبا اکثر احکام دین اسلام رو انجام میدادم، یعنی فکر میکردم که کارم درسته، ولی منم مثل اکثر کسایی که مذهبی هستن و در داخل دین اسلام هستن توی پروسه گناه و توبه بودم و واقعا از یه طرف گناه میکردم، اشتباه میکردم، از طرفی عاشق خدا بودم، نمیدونستم این واسط باید چیکار بکنم. خب قبل از اینکه این مغازه رو من برم راه بندازم، تو روز 21 بود این قرار داده، من 17 خوابیدم و تو خواب یه خوابی دیدم تو همون مکان هستم، دنبال اون خوشگذرونی هستم و جبرئیل رو در خواب دیدم که من این شهادت رو هیچ جایی به هیچ کسی ندادم و اولین باریه که فقط آیدین برادرم میدونه. هیچ کسی تا به حال این شهادت رو ندادم و اولین باری که اینو دارم مطرح میکنم. در خواب جبرئیل رو دیدم و به من گفتش که خدا دوست نداره که تو این کارو بکنی، تو منتخب خدا هستی، خدا دوست نداره تو این کارو بکنی. خب گذشت، بنا به شرایطی من اومدم ترکیه. 10 سال از اون قضیه گذشت، بارها بشارت دادم، خود برادرمون کوروش عزیز کشدار. خب من به خاطر شرایط مذهبی بودنم ایمان نمی آوردم. بعد از اینکه ایمان آوردم به مسیح، حدود فکر میکنم 4-5 ماه گذشته بود از این قضیه، یه روز داخل کلیسا برادر کوروش دعایی کردن، گفتن که خداوند ما میدونیم که عاشق ما هستی، ما رو دوست داری، اما میخوایم به قلبمون حرف بزنی، خودت شخصا به ما بگی که ما رو دوست داری. من همونجا این دعا رو گرفتم، به قلبم نشست، گفتم خداوند میخوام شخصا بهم بگی که دوستم داری. خب خیلی میگن دوست داری ما رو، ولی میخوام واقعا با قلبم حرف بزنی، بگی دوستت دارم. فردای اون روز که دوشنبه میشد، صبح از خواب بیدار شدم، داشتم دعا میکردم، حال روحی خوبی نداشتم، خواستم برم سر کار مثل همتون که دوشنبه میخواد برید سر کار حالتون بده. حالم خیلی بد بود. 7 صبح گریه میکردم و داشتم به گناهان گذشته خودم، به گناهانی که حتی تو زمانی که ایمان آورده بودم و به گناهان قوم خودم، پدر و مادر و خواهر و برادر و تمام فامیلم توبه میکردم، شفاعت میکردم. من میگفتم خدایا من میخوام از این کشور برم، این چیزی که میخوام خواسته قلبی منه، اینو به من بده. از طرفی همتون میدونید کلام خدا مثل فال نیست، کلامو باز کنید بخواید پیغامی از خدا بگیرید. گفتم خداوند همه اینا رو میدونم، ولی میخوام الان این کلامتو باز کنم، اینو به من بگی. خب کلامو باز کردم، کتاب دانیال باب 9 سرفصلش نوشته بود ظهور جبرائیل. یه ذره من تعجب کردم، گفتم عجب، برم جلو. گفت و چون من هنوز سخن میگفتم و دعا مینمودم و به گناهان خود و به گناهان قوم خویش اعتراف مینمودم و تضرعات خود را برای کوه مقدس خدایم به حضور یهوه خدای خویش معروض می‌داشتم، چون هنوز در دعا متکلم می‌بودم، آن مرد جبرائیل که او را در رویای اول دیده بودم به سرعت پرواز نموده به وقت هدیه شام نزد من رسید و مرا اعلام نمود و با من متکلم شده گفت الان بیرون آمدم تا تو را فتانت و فهم بخشم. در ابتدای تضرعات تو امر صادر گردید
و من آمدم تو رو خبر دهم زیرا که تو بسیار محبوب هستی. فکر می‌کنم 4 تا چیزی که از خدا می‌خواستم زمانی که کلامو باز کردم همینجا با قلبم صحبت کرد و همینطور که برادر عزیزم کوروش گفت کسی که خدا انتخاب کرده باشه از آیندهش براش نبوت میکنم. منم برام نبوت شده بود، اما خب من خیلی افتادن‌ها داشتم، خیلی به قوت مسیح بلند شدم. شاید براتون سوال بشه که چرا با تمام ضعف‌ها، چرا مثلا برادر پیام و برادر کوروش انتخاب شدم. ولی جالبه که بگم اگر جواب این سوالو میخواید، اگر جوابی گرفتید حتما به ما هم بگید، چون ما هم خیلی خوشحال میشیم. ما با تمام ضعفامون اینجا وایسادیم. من همین پولس دوم قرنتیان باب 12 براتون میخونم. آیه 9 میگه مسیح گفت فیض من تو را کافی است، زیرا که قوت من در ضعف کامل میگردد. پس به شادی بسیار از ضعف‌های خود بیشتر فخر خواهم نمود تا قوت مسیح در من ساکن شود. بنابراین از ضعف‌ها، رسوایی‌ها، احتیاجات، زحمات و تنگی‌ها به خاطر مسیح شادمانم، زیرا که چون ناتوانم آنگاه توانا هستم. خدا به وجود همتون برکت بده. پس در ضعف که مسیح ما در ما آمد.